خوابش برد بسیار نقص رفتیم رو رئیس بابا همهش جا به جا همه نقص میتوانید استراحت کنید ما در همین جا آچا شیرین کجا شد؟ دادا کجا شد شیرین؟ نمیدونم به خانه ای که کدام دوگانه اش رفت وای خانه یگان دوگانه اش نمی رود کجا شد شیرین؟ نمیدونم ما به کار خودمان آوره او را ندیدیم بچه نه باید این خیل نشود تو با من باشی تمام جهان برایم بهشت است میترسم که از این بهشت ما را پیش میکنم نسیم بیزنس این زمین رو خریدنی بابای زمین چی لازم؟ заводи пива сохтанӣ мегӯянд. ҳеҷ гап не. бабак тракторчӣ, қаравул, сохтмон чӣ лозим будагист? рафта ба пешаш сар мемонем. Нахуд аз ҳамин
вазифаҳо ягон ташро надиҳад. ана дадам омад. дада? ассалом дада. برای چی رئیس زدی؟ برای چی رئیس زدی؟ ман назадам дада. тела додам афтид. برای چی تیله دادی؟ охир هم خودت رو و هم ما رو به بلا مانندی. شیرین کنی؟ شیرین کنی؟ вай ба шаҳр барои коркобӣ рафт. آدمانی دیپلمدار کار نمییابند و با وی کی کار یافته میدهد؟ در کجا خواب میکند؟ ба хонаи латуфат рафтагӣ. خانه‌ش میدانی؟ намедонам. лекин вай гуфт ки хавотир нашавед, кор шавад нашавад то бего гашта меоям. امیخیل گفت؟ ها کاشکی امیخیل شود، کاشکی برگردد. گوش کن پسرم، از روزی که شما به اینجا آمدید او چاد کسل به خانه برگرد. агар очаам розӣ мебуд ба мо маъқул ки дар ҳамин вайрона дур аз одамон зиндагӣ кунем. هیچ گم نه پسرم، من با چاد مصلحت میکنم به خانه برگرد. афсӯс ки хеста гаштанро духтур манъ кардааст. набошад ҳамроҳат рафта ягон кори нағз ёфта медоданд. ҳеҷ гап не, ташвиш накаш. ту зиқ нашав, як бало мекунем. тағоям ба ту ёрӣ медиҳад. майлаш, ташаккур. ассалому алейкум. салом. сабур сабрич ҳастам? бале. он кас холӣ? марҳамат. раҳмат. ассалому алейкум. السلام علیکم. مرحمت. حوض یک دقیقه. خب اگر خطا نکنم نامت شیرین. ها شیرین. بسیار نام موافق. از قشلاق کی اومدی؟ امروز. خیر در قشلاق تنجی؟ ها تنج. آرامی؟ تو همراه لطافت در یک سن میخوندی؟ همسن بودید ها؟ میدونی
تو باید بهترش با یگان دانشگاه داخل می شدی، تحصیل را دوام می دادی، آخر آینده خودت را فکر کن. اکا جان شرایط نداره. میدانم که یگان خیشتبار در شهر نداری، نه. جای زیست هم نداری. نه. شیرین جان، در کارخانه ما همه کارکنان با اختصاص کار میکنند، کامپیوترچی‌ها، انجینرها، پروگرامیستها. من حالا با یک دوستم زنگ میزنم، آنها فابریک دوزندگی دارند، خطا نکنم خوابگاه هم دارند. با خوابگاه تو را تامین میکنند. به فکرم در مدت 1 یا 2 ماه کسب یاد میگیری. محمد الله، سلام علیکم. کارها سازمان خیر؟ اجرا شدن آخر؟ تو بلایی بلا. گوش کن، یک خواهش دیگر. یک همسین فی لطافت از قشلاق آمده است، یگان اختصاص ندارد. التماس یک جای کار پیدا کن، بعد اساسش با خوابگاه تامین نما. ها مایل هیچ گپ نه، من قرضدار. خوب شده است. مایل سلامت باش. امروز ساعتنا قریب 5 شد، دیر شد. حاضر من با خودت سراغه می نویسم، پگاه سهر قطعی پیش اون کس می روی. پگاه بر وقتر نزد وی می روی. مایلش. سلامت باش. کلام. تشکر. خوش باش. چرا گوسفندها خراب؟ خودی شکل نوعی ادیر آمده ایده. حشر نیسته، یم جیم نیسته. خنی گوسفندهای تعریفی اینا همه برابری بزغاله کو؟ حرکت میکنه دلش حرکت میکنه. خوشاک ته، کنجارت ته، چند گوسفند داری؟ خزر ته. اینجا از 1000 زیاد کو؟ باره که دی زیاد شده وایش مالی سالیم بای. ایناش مولی سلیم، ایناش مولی حکیم، ایناش مولی نسیم. حقی من کنی؟ اکن باقی مانده همش ایقته اینک، همش ایقته. مایلش حال میکنیم. سلام علیکم. ممکن؟ مرحمت. البته وای گفتگیرم حل میکنیم. البته
مرحبا شنید رحمت شما شیرین ها؟ ها من دیروز صبرش زنگ زده به ما گفته بودن که شما به کار قبول کنیم حتما این رو حل میکنیم و به کار تعیین میکنیم در شهر یگان کس دارید؟ نه منزل دارید؟ نه هیچ گپ نه ما خوابگاه هم داریم فابریکی دوزندگی داریم معاش نقض میدهیم همش نقض میشد استید که شما چند ساله اید؟ 17 ساله 17 ساله؟ چیل میشد 17 ساله به کار قبول نمیکنند و خیلی که لاجش میابیم حرکت میکنیم شیرین من به شما یک چیز میگویم چی خدمتی که شما میگویید من اجرا میکنم خوابگاه جای کار معاش نقص فقط از شما یک التماس دارم دوستی نزدیکی که در قبط من باشد ندارم از شما خواهش میکنم که دوستی نزدیکی من شوید شما چی میگویید نفهمیدم شیرین جان من میخوام که یک عمر در خدمت تو باشم نه. شیرین جان رحمت کنم شیرین لازم نیست شیرین جان شیرین من ژورنالیست جمعه عبدالقیوم پور مرا نزد شما روان کردند گفتند که شما خیلی یک مفتش خوب هستید همه خواجگی را نظم میدونید ما گپ در این که باید همراه شما یک تقاطع ژورنالیستی گذرانیم در باره خواجگی داری جهت اقتصادی جهت اجتماعی مردم درباره قانون ویرانکنی حقوق ویرانکنی ها شاید یک سلسله مقاله ها نویسیم چاپ کنیم شما الکی از این خبر دارید بله به من خبر دادند خیلی خوب نباشد بیاید حاضر یک مصلحت کنیم که ما تحقیقات را از کدام ساحه یا از کدام خواجگی سر کنیم از خواجگی ظفر ها برای چی محض از ظفر برای آن که شما این خواجگی را نغزکک میدانید و درباره وی یک چند مقاله های تعریفی هم نوشته جناب ژورنالیست برادری عزیز ما در حقیقت مقاله تعریفی نوشتیم لیکن میدونید که ما چند روز این خواجگی رو آموختیم ما با تمام حجت های این خواجگی شناس شدیم و حجت ها نشان میدن که کار خیلی خوب است ما یک چند بار برای این حجت ها فریب هم خوردیم منه با این مواد ها شناس شوید مرحمت خواجگی ظفر من سال دیگر خوب در این سال کمتر بارانگری زیاد شده بود لیکن در سال گذشته حاصلناکی خیلی بلند شده است و نه این فقط سایه چرواداری نه گپ در این که با ما چنین حجت ها رو نشان داده بودند ولی نشان دادها تماما دیگر بودند بیاید خیر در آخر سال بینیم که چی خیل شده است نه تماما دیگر حجت هایی که به ما نشان داده بودند تماما دیگر بود میدونید برادر همه گپ هم در سر آن که ما به این مردم باور میکنیم وقتی که رهبر خواجگی به ما یک رقم و حجت را نشان میدهد ما حق نداریم که به وی باور نکنیم و ما مثل شما از سر نو تفتیش کردن نمیتوانیم و این حق نداریم انا برای همین ما باید همراه تحقیقات ژورنالیستی گذرانده حقیقت رو روی آب براریم من راضی رفیق ژورنالیست لیکن سراسیمه نشوید خوب شده است
بیا. السلام علیکم. بیا نترس. ای دوستی خلق با اندوهی گران و تو خبر میدهم که امسال دختری شاهی پری به قشلاق ما نآمد و گفت که دیگر نمی آید. خودش به طور قطعی گفت، ولی دختری شاهی پری با علم گفت که در قشلاق شما به من جای نیست. مثلا شیرین باز عذاب دادند. انا عظیم تو را زد و هیچ کس به تو یاری نرساند. پگاه من مکتوبم را و تو میرسانم. همه امیدم به توست. مکتوبم را پنهان کردم نازیم. انا همین طور خوب میکنم. رئیس، درک شیرینه افتم. به شهر رفته بوده است. امشب در خانه لطافت مونده است. تو فهمیدی که همان شب به من کی خلل رساند؟ پسر خالش ریزا. او کالتای لعنتی. نزدیکتر بیا. خودی همین روز مسئله حل کنید. شد رئیس. شد، مسئله حل میکنم. این کی باشه؟ خوشروچه بینم. ها؟ خوشروچه؟ احوالت وزنی؟ از راه دور آمدی؟ کارکوبی آمدی و کار نیفتی؟ از کجا فهمیده دفعه جان؟ من در همین جا کار میکنم. تو بر این دخترها را هر روز میبینم. بیچاره‌ها از راه دور به امید میآیند و ناامید میروند. کار نه نمییابند.
آخر برای کاری نغز یافتن هم پول در کارو هم تقا. ولی تو خوشروچه شیرینچه یگان تا اینها رو نداری. خیر بیا مان این گپ ها رو. رفتیم شب رو در خونه من روز بکن. شبانه در روی قشلاق عذاب میکشی. نه اپا جان، قشلاق ما قدر دور نیست. نه نگو، ستارت معقول شد. معلوم که دختری نغز هستی. گوش کن منبع، امشب خیشوی من میویند. اگر به یگان توش معقول شوی جایی کاری نغز یافته میدهند، آنها گپی من رد نمیکنند. چه خیلی معقول شوند؟ چه خیلی که دخترچه های نغز معقول میشوند. خدا کته به نادانی نزن. معلوم که راضی هستی. گوش کن منبع. سلطان تاکسی بیار. این سسترو ختم ازش نیست. نکیتون از سرتون مونه. بازی رپاش کن. شب خواب نکردم، نوشتم برای تو. انا مکتوب همش در همینجا نوشتگی. من با تو باور دارم، باور. من ای مردی اصیل، من با تو تعظیم میکنم. عظیم مرا زد. رئیس جزایش رو میبیند، البته میبیند. دختری پری رو به نزد من بیار. شیرین رو الهی بخت. من باز میآیم. من به تو باور دارم. همش نقض می شود، انشاءالله نقض می شود. آی بی خودم هم هست. با یک لقمه مفت فریفته شدم. درباره رئیس گپ و کلوچه زیاد است.